سلام دوستا، خسته نباشین. امیدوار هستم که سالم و سر حال باشین. بازم دوستی به اسم امیرجان رضایی درخواست کرده بود که یک ویدیوی آموزشی از خواندن دختر زیبای بدخشانه که امید پارسا خوانده برشان یک ویدیو درست کنم. البته نگفته نمانه که دوست ما تقریبا 3-4 هفته پیشم برای من درخواست داده بود، ولی خب متاسفانه کم مصروف بودم، نشد که ویدیو رو سری وقت برشان درست کنم. خب به هر صورت من امشب میخوایم این ویدیو رو برشان تقدیم کنم. خب ما اولی خواندن اول پلی میکنم، امرایش میزنم، باز در آخر ریتم و آکوردایش رو براتون توضیح میتونم. خب این از این بوده که دیگه حالا ما آکوردایش رو براتون توضیح میتونم، باز ریتمش براتون توضیح میتونم. خب این شروعی از این خواندن که است تقریبا 4 تا آکورد داره که شروعش که است از جی ماینر است، جی ماینر با سی ماینر میره، جی شارپ میجر، بی فلات میجر، باز جی شارپ میجر، بازم سی ماینر میره. یک در دیگه هم براتون توضیح میتونم. جی ماینر، سی ماینر، جی شارپ میجر، بی فلات میجر، جی شارپ میجر، بازم سر سی ماینر. یک در دیگه هم میگم. جی ماینر، سی ماینر، جی شارپ میجر، بی فلات میجر، جی شارپ میجر، بازم سر سی ماینر میاد. دیگه از است که باز دیگه ریتمش میاد که ریتمش 6-8 است که البته در ریتمای دیگه هم میتونین بزنین، ولی به نظر ما همین ریتم شاد باشه 6 خوبتر است که به این رقم نیست. ریتمش به این صورت است که ما سلویش براتون میزنم دیگه، خدا کنه که کمک کنه براتون. ریتمش به این صورت است که من بالا پایین خفه میکنین، باز دو بالا میگیرین، باز پایین بالا خفه دو بالا.
بازم یک دفعه موزیک پلی میکنم اثر میزنم دیگه. امید است که کمک شود براتون. این از این بود دیگه. امید است که همین کمک کرده باتم. تشکر.